سلام به همراهان عزیز کانال کلام آخر. همراه من باشید با یک داستان. من حدود 29 سال سنمه. تو شرکت بیمه دولتی قسمت خسارت کار میکردم و چون برای رسیدن به این شغل و جایگاه پدرم در اومده بود، همیشه کارمند آروم و سربزیر و بدور از حاشیه بودم. سعی میکردم که کارمو به بهترین نحو انجام بدم و همه ازم راضی باشن. تمام پنجشنبه ها روزای تعطیل سر کار بودم و از هر کی حرف میشنیدم سکوت میکردم و چشم میگفتم. چرا؟ چون یه بار سر کله شقی از یه شرکت بالاتر اخراج شده بودم و یه مدتی بیکاری کشیده بودم. این بار دیگه دلم نمیخواست تو این سن و سال به عقب برگردم و به 1000 نفر رو بزنم. مخصوصا که برای همین کار 2 سال رفت و اومدم و 4-5 دفعه آزمون و مصاحبه شدم تا در نهایت تونستم استخدام بشم. سن و سالم هم زیاد شده بود اما شرایط ازدواج نداشتم. به خاطر نیاز جنسی دوست دخترای زیادی داشتم. خب محل کارم هم جوری بود که آدمای زیادی می اومدن و می رفتن. حدود اسفند ماه بود که خانومی اومد و از تیپ و قیافش کل شعبه تو شوک بودن. متأهل بود و میگفتن عجب چیزی و دوست داشتن که کنارش باشن. خانومه اومد و کارش گیر من بود. یه ماشین شاسی بلند داشت و تصادف کرده بود و به نسبت خسارت زیادی دیده بود، ولی بیمه مبلغ زیادی نمیداد. خلاصه من که ازش خیلی خوشم اومده بود، چون چند وقتی بود اونجا می اومد، کسی رو کارم دقت نمی‌کرد. مبلغ چکو بیشتر نوشتم و اونم خوشحال رفت. از فردای اون روز فکرم درگیرش بود. حتی جوری شد که پرونده‌شو آوردم و اسم و فامیلشو خوندم. سال تولدشو نگاه کردم، متولد 56 بود. اما واقعا 30 سال بیشتر نمیخورد. اونقدر درگیر شدم که شماره‌شو تو گوشیم زدم و سیو کردم. رفتم تو واتساپ عکسشو نگاه کردم. دیگه کارم شده بود نگاه کردم به عکسش. تا اینکه یه روز دل به دریا زدم و حدوداً اردیبهشت ماه بهش پیام دادم. اول نشناخت، اما بعد که خودمو معرفی کردم خیلی محترمانه سلام و احوال پرسی کرد و در نهایت گفت امرتون. من کاری نداشتم و فقط گفتم میخواستم حالتونو بپرسم. که به هم زنگ زد و با خنده شیرینی گفت حال همه مشتریا رو بعد چند ماه میپرسی؟ منم در جواب گفتم نه همه، اونایی که عزیز باشن. خلاصه اون شب با هم حدود 2 ساعتی حرف زدیم و بعد اون شب دیگه آروم و قرار نداشتم. دقیقه به دقیقه عکسشو نگاه می‌کردم و حرفاش تو ذهنم میومد. مثل دیوونه‌ها برای خودم می‌خندیدم تا بعد 1 هفته 10 روز دوباره بهش زنگ زدم. گفتم اگه اشکالی نداشته باشه با هم شام بریم بیرون. اونم استقبال کرد و گفت چرا که نه. اون شب و دوباره بعدش با هم بیرون رفتیم و از حرفاش فهمیدم از همسرش جدا شده و با پسر بزرگی داره که با پدرش زندگی میکنه. دل تو دلم نبود که بهش نزدیک بشم و باهاش رابطه داشته باشم، ولی اون کجا و من کجا؟ خلاصه که ما همدیگه در ارتباط بودیم و حدود اوایل تیر یه شب بهم زنگ زد که با هم بریم بیرون. منم از خدا خواسته رفتم دنبالش و به آدرسی که رسیدم زنگ زدم. گفتم بیا که من رسیدم. بهم گفت بیا بالا و من شوکه و خوشحال رفتم. وقتی وارد خونه شدم اون شب برگشتم خونه و از فردای اون روز کارم شده بود لحظه به لحظه زنگ زدن و پیام دادن و باهاش حرف زدن. به همون هفته 2 بار دیگه به خونش میرفتم و 1 هفته 10 روزی که گذشت یه روز بهم زنگ زد و گفت پسرش خونشه، اما من دلتنگت شدم، بیا با هم دیگه بریم خونه دوستم. منم از خدا خواسته قبول کردم و رفتیم. وقتی رفتیم اونجا کلید انداخت و رفتیم خونه و چند دقیقه‌ای که نشستم که بخوام بهش نزدیک بشم گفت من رابطه خشن دوست دارم، برو طناب بیار و دست و پامو ببند، بعد با هم دیگه رابطه داشته باشیم. منم اینقدر بهش علاقه داشتم و دوستش داشتم که به هیچ چیزی جز رابطه باهاش توجه نمی کردم. قبول کردم و اون شب تموم شد. روز بعد ازش خبری نبود. هرچی زنگ زدم پیام دادم هیچ خبری نبود. نگرانش شدم ولی گفتم حتما کار داره. 2-3 روزی خبری نبود تا تو واتساپ عکس فرستاد و یه تیکه از فیلم اون شب. بت زده مونده بودم که زنگ زد و گفت باید هر کاری که میگم انجام بدی وگرنه عکس و فیلم‌ها رو پخش میکنه و بعد میگه که من این کارو کردم و به خاطر پخش فیلم ازم شکایت میکنه. من احمق بدون اینکه فکر کنم یا با کسی مشورت کنم قبول کردم و از هفته بعدش همراه مشتریا میومد و من مبلغ چکا رو بیشتر میزدم. اون میرفت و با همدیگه کنار میومدن و پولی به جیب میزدن. خب موضوع ساده‌ای نبود. اونم هفته 2-3 بار حدود 50-60 روزی گذشت که حراست منو خواست. چند تا پرونده رو بیرون کشید و گفت موضوع چیه؟ گفتم حواسم نبوده قیمت‌ها بالا پایین شده. گفت ولی ما از تو شکایت ناموسی هم داریم.
منو به حسابداری معرفی کردن و بعد هم کارگزینی. الان یه هفته‌ای هست درگیرم، میرم و میام، اما بیمه قبول نمیکنه و از اون ورم اون خانم دست بر نمیداره و دنبال پوله. دیگه برام هیچی مهم نیست. مهم کارم بود که با 1000 بدبختی به دست آورده بودم که از دست دادم. اگه ازم شکایت کنه خوشحالم میشم، چون یا میتونم ثابت کنم که ازم سوء استفاده کرده یا محکوم میشم و باید یه پولی بدم که ندارم و فرقی به حالم نمیکنه. مهم آبرو و شغلم بود که با 1000 سختی که به دست آورده بودم از دست دادم.